به چنل کیس جنایی خوش اومدین. توی این ویدیو قراره به پرونده قتل خونه آمیتیویل بپردازیم، اما چیزی که این پرونده رو ترسناک میکنه اتفاقات بعد از این قتل هاست، جایی که خونه آمیتیویل تسخیر میشه. در 13 نوامبر 1974 رانالد دیفیو که اون موقع 23 سالش بود 6 نفر از اعضای خانواده‌اش رو توی خونه‌شون توی آمیتیویل نیویورک به قتل رسوند. حدودای ساعت 6:30 بعد از ظهر چهارشنبه 13 نوامبر 1974 دیفیو سراسیمه وارد یه بار به اسم هنری توی آمیتیویل لانگ آیلند نیویورک شد و با حالتی مضطرب گفت شما باید به من کمک کنید. فکر میکنم یکی به مامانم و بابام شلیک کرده. و بعدش با چند نفر یک گروه کوچیک تشکیل دادن و به طرف خونه رانالد دیفیو رفتند. وقتی به اونجا رسیدن خونه رو بررسی کردن و متوجه شدن تمام افراد خانواده توی تختشون به ضرب گلوله کشته شدند. جو ایویوت دوست رانالد دیفیو با پلیس تماس میگیره. وقتی پلیس به صحنه میرسه متوجه میشه که پدر مادر رانالد دیفیو هر کدوم 2 گلوله خوردن و بقیه اعضای خانواده یعنی 2 خواهر و 2 برادر رانالد دیفیو هر کدوم با ضرب 1 گلوله کشته شدند. این اتفاق حدودای ساعت 3 بامداد افتاده بود. شواهد نشون میده لوئیس دیفیو یعنی مادر رونالد و خواهر کوچیکش به اسم آلیسون موقع مرگ بیدار بودند. به گفته پلیس همه قربانی ها توی حالت درازکش رو به شکم توی تخت پیدا شدند. خانواده دیفیو از سال 1965 به مدت 9 سال توی این خونه زندگی می کردند. رانالد دیفیو بزرگترین عضو خانواده دیفیو تنها بازمانده این اتفاق بود. اون به پلیس گفت یک قاتل به اسم لوئیس فالینی این قتل‌ها را انجام داده. پلیس برای محافظت از رانالد دیفیو اونا با خودش به کلانتری میبرند. ولی وقتی اونا بازجویی کردن خیلی زود به تناقض‌های توی حرفاش پی بردند و روز بعدش رانالد دیفیو به قتل‌ها اعتراف کرد و گفت تمام این قتل‌ها کار خودش بوده. رانالد دیفیو روز بعدش اعتراف کرد که خودش این قتل‌ها را انجام داده و اون فالینی هم اصلا موقع قتل‌ها توی ایالات نبوده. دیفیو به کارآگاه گفت وقتی شروع کردم دیگه نتونستم متوقف بشم. همه چیز خیلی سریع پیش رفت. اون ادامه داد بعد از کشتن تمام اعضای خانواده به حموم رفته و لباس تمیز پوشیده و سپس به محل کارش رفته و بعد هم به پلیس محل دفن مدارک از جمله لباسهای خونی، تفنگ مارلین و گلوله ها رو نشون داد. انگیزه این قتل ها به طور رسمی اعلام نشد، اما علتش میشه به مصرف مواد مخدر یا ارث یا حتی مشکلات روحی روانی رانالد دیفیو نسبت داد. در طول محاکمه دفاع وکیلش این بود که دیفیو به دلیل بیماری روانی مسئول اعمالش نبوده، ولی دادگاه این ادعا را نپذیرفت و اونو به 6 بار حبس ابد محکوم کرد. سرانجام رانالد دیفیو توی سن 69 سالگی در 12 مارس 2021 توی زندان درگذشت. همچنین در سال 1975 خانواده لوتس خونه آمیتیویل رو میخرن، ولی بعد از 28 روز زندگی خیلی زود خونه رو ترک میکنن و میگن اتفاقات عجیب و ترسناکی توی خونه اتفاق افتاده و این خونه حسابی مشهور میشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال کیس جنایی را سابسکرایب کرده و زنگوله را فشار دهید.